سلام عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ ببخشید اگر غیبتم یه ذره طولانی شده، ویدیوها با فاصله براتون گذاشتم، اما قراره از امروز به بعد تون ویدیو بگیرم و براتون به اشتراک بگذارم. چرا؟ چون عید نزدیکه و دیگه فرصتی نمونده برای پختن شیرینی‌های نوروزی. قراره کلی شیرینی مخصوص عید براتون آموزش بذارم، علاوه بر اون چند تا مدل شیرینی سنتی شهر خودمون، استان خودمون گیلان رو هم درست کنم و اینجا به اشتراک بگذارم. امسال عید دیگه از بیرون شیرینی نخر، خودت درست کن، کاری نداره که فقط این مواد اولیه‌ای رو که میگم که توی خیلی از این شیرینی ها مشترکه رو کافیه تهیه کنی و تو خونه بذاری، بعد ویدیوهای منو ببینی و این شیرینی ها رو بپزی. واقعا آسونه، اصلا کار خاصی نداره. من تمام نکاتش هم توی ویدیوها بهتون میگم تا یه شیرینی با کیفیت خوشمزه داشته باشید. اصلا هم نگران این که توی ایام عید شیرینیاتون خراب میشه نباشید. درسته ما مواد نگهدارنده نمیزنیم، ولی میتونید این شیرینی ها رو وقتی که پختید بسته‌بندی کنید، بذارید داخل فریزر، همونقدر تازه میمونه. فقط کافیه وقتی که براتون مهمون میاد یا حالا میخواین استفاده کنید که چند دقیقه جلوتر بذارید بیرون، بعد داخل ظرف سربتون بچینید و تمام. شیرینیایی که برای ایام عید بیرون میپزن از چند ماه جلوتر تهیه میکنن، چون دم عیدی خیلی شلوغ میشه و برای اینکه بتونن سفارش ها رو برسونن جلوتر آماده میکنن. مخصوصا شیرینی های مربایی، هم شیرینی مشهدی، شیرینی نخودچی، اینا که مخصوص عیده مواد نگهدارنده میزنن. من بهتون پیشنهاد میکنم نخرید، خودتون درست کنید. این ویدیو رو ببین. امروز قراره با هم دیگه شیرینی نخودچی درست کنیم، بعد از اینم شیرینی های دیگه، و براتون سعی میکنم توی این ایام چند هفته‌ای که مونده به عید تون این ویدیوها رو بذارم تا جا نمونید. برای درست کردن شیرینی نخودچی مواد لازمی رو براتون اینجا میگم یه دور با وزنشون، ولی داخل دیسکریپشن هم وزنی براتون مینویسم، دیسکریپشن هم قسمت توضیحات همین ویدیو، هم براتون اندازه هاشون رو به گرم مینویسم و هم به پیمانه. کسایی که ترازو ندارن هم مشکلی براشون پیش نیاد و بتونن این شیرینی ها رو درست کنن. ولی برای اینکه شیرینی ما بهتر باشه، بهتره یه ترازوی خونگی کوچیک داشته باشیم برای وزن کردن این مواد. 350 گرم آرد نخودچی نیاز داریم، 4 قاشق غذاخوری آرد قنادی نیاز داریم، آرد 3-0، 150 گرم روغن جامد. حتما از روغن جامد استفاده کنید، روغنای نیمه مایع برای پخت شیرینی مناسب نیستن. مقداری زعفرون نیاز داریم و 150 گرم هم پودر قند نیاز داریم. 1 قاشق چایخوری سرپل پودر هل. اول از همه روغن جامد رو می‌ریزیم داخل ظرفمون. پودر قند رو باید چندین بار الک کنیم. من اینو 2 بار از قبل الک کردم، یه بار دیگه هم الان الک میکنم و به روغن اضافه میکنم. هر چقدر پودر قند رو الک کنید باعث میشه که کیفیت شیرینیتون بهتر بشه، لطیفتر باشه. پودر هلم الک میکنم. یک مقداری با لیسک اینو با هم مخلوط میکنم. بعد باید با همزن، حالا اگر همزن برقی هم ندارید اشکال نداره، با همون همزن دستی به قدری اینو بزنید تا بخواد پوک بشه کاملا پودر قند با روغنتون. همزن میزنیم اینو باید مرتب دورگیری هم بکنیم تا دور و برش چیزی باقی نمونه و یک دست هم بخوره. کامل رنگش اینجوری سفید بشه، سبک بشه، پفی بشه. بعد حالا میایم یه مقداری زعفرون دم کرده غلیظ هم بهش اضافه میکنیم برای رنگش.
حالا ما باید 4 قاشق غذاخوری از این آرد نخودچی برداریم و بهش 4 قاشق غذاخوری آرد قنادی رو اضافه کنیم. موقع الک کردن اینا با هم دیگه خوب ترکیب بشه. حالا آردمون رو کم کم داخلش الک میکنیم. چند مرحله آرد رو بهش اضافه میکنیم. با کمک لیسک یا حالا قاشق مخلوطش کنید. فعلا نیازی به اینکه حالا دستمون رو قاطیش کنیم نیست. بعدا باید دستکش بندازیم و اینو ورز بدیم. خب حالا دیگه من دستکش میندازم و از اینجا به بعدش رو با دست رو یکم ورز میدم تا خمیر من کامل جمع بشه. دستکش های لاتکس یه بار مصرف خیلی کار کردن با خمیر رو برای آدم آسون میکنه. حالا وگرنه که خب تو خونه هممون قبل از آشپزی قشنگ دستامون رو میشوریم از نظر بهداشتی، خب 100% تمیزه، ولی من بیشتر هم به خاطر اینکه باز تمیزی رعایت بشه، همین که اصلا کلا ورز دادن با این دستکشا خیلی راحت تره. شیرینی نخودچی خمیرش باید خوب ورز بخوره تا بخواد یه خمیر لطیفی باشه. شما میتونید اینو از چرخ گوشت هم یه 2-3 باری رد بکنید. این کارو بکنید هم خیلی خوبه، یه ورز دادن کمتری ازتون میگیره و اینکه خمیرتون لطیف میشه. من از چرخ گوشت استفاده نمی کنم و همین ورز دادن خمیرم رو با ماساژ دادن جمعش میکنم. حالا خمیرم که جمع شد و میذارم داخل کیسه فریزر و میذارم داخل یخچال به مدت 12 تا 24 ساعت، حتی 2 روز جلوتر هم این خمیر رو درست کنید بذارید توی یخچال بمونه، هیچ اشکالی نداره. استراحت کنه، بعد اینو کاتر میزنیم و آماده میکنیم برای پختن. بین 2 تا مشمع به کمک وردنه به همین شکل با دستتون یه مقداری اینو بازش کنید. یه ضخامت تقریبا 0.5 تا 1 سانتی داشته باشه، خیلی هم نازکش نکنید شیرینی نخودچی رو. ببینید به این ضخامت برسه خوبه. به این شکل قالب میزنیم. حالا قالب 4 گل یا به همین شکل که من قالب زدم و میذاریم داخل سینی فریمون که کفش رو کاغذ روغنی انداختید. اگر هم قالب ندارید اصلا مشکلی نداره، میتونید با دستتون گردش کنید، روش طرح بندازید و بذارید بپزه.
به این شکل قالب میزنم. الان میذارم داخل فر که بپزه. اصلا هم نیازی نیست که برای پختن شیرینی نخودچی فر رو ما از قبل گرم کنیم. فر رو روشن میکنیم و اینو میذاریم توی طبقه وسط. اگر فر برقی دمای 160 درجه سانتیگراد، اگر فرتون گازی هست که دمای 170 درجه. به مدت 10 الی 15 دقیقه زمان بهش میدیم تا این شیرینی‌ها بپزه و حواستون باشه حتما حرارت پایین فر یا توستر فقط روشن باشه، چون از رو نباید حرارت ببینه وگرنه شیرینیمون خشک میشه. حالا البته قبل از اینکه بذاریم توی فر یه مقداری میتونیم با تخم خرفه تزیینش کنیم. یک کوچولو با دست فشار میدم که بچسبه به بافت شیرینی. حالا اگر قالبم ندارید ببینید میتونید به این شکل گلوله های کوچیک درست کنید. به این شکل گرد درستش کنید. بعد روشو به این شکل طرح بندازیم بذاریم بپزه. اینجوری هم خیلی قشنگ میشه. اینم مدل بدون قالبش. ببینید چقدر قشنگ میشه. به هر شکلی که خودتون دوست دارید با سلیقه خودتون میتونید این شیرینی‌ها رو طرح بندازید. اینم از شیرینی‌ها که پخته شده. حواستون باشه تا زمانی که شیرینی‌ها داغ از فر درش میارید بهش دست نزنید چون خورد میشه. ببینید لازم نیست خیلی زیاد بپزه. همین 10 دقیقه 15 دقیقه‌ای که بهتون گفتم کافیه برای زمان پختش. کاملا که خنک شد بعد از داخل سینی جداش کنید، داخل ظرف سرو بچینید. اگر داغه بهش دست بزنید خورد میشه. اینم از شیرینی‌های نخودچی. دیدید که هیچ کار سختی نبود و به راحتی میتونید درستش کنید. فقط کافیه موادی رو که بهتون گفتم و دقیق اندازه گیری بکنید. نکات پختش هم رعایت بکنید. به همین راحتی میتونید این شیرینی نخودچی ها رو درست کنید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانالمو سابسکرایب کنید، لایک بزنید، برام کامنت بذارید دوست دارید چه شیرینی‌هایی درست کنیم یا چه آشپزی‌هایی داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم، از نظراتتون استفاده میکنم. از این هفته ویدیوهای بیشتری براتون میذارم چون قرار شیرینی‌های زیادی درست کنیم با هم دیگه. بعد از شیرینی نخودچی براتون شیرینی مربایی و که هم شیرینی مشهدی هست رو میذارم تو ویدیوهای بعد. و بعد از اونم چند مدل شیرینی مخصوص گیلان رو میخوایم با هم دیگه درست کنیم. از این که تا پایان این ویدیو همراه هم بودید خیلی ازتون ممنونم. دوستتون دارم. این ویدیوها رو برای دوستاتونم بفرستید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.